ما دیگه بزنیم، ما فقط میخوایم بزنیم. داشتن یه همچین رفیقی توی زندگی واقعا مثل یه گوهر نایابه که دمش گرم همیشه. سلام به بچه خبرنگاران کافه کانال یوتیوب. قبل هر چیزی خیلی دوستتون دارم. آفرین. سفر چون خیلی ویدیو را یوتیوب کار نمیکنه جدیدن زیاد لبه کار دستش نیست. بچه‌ها من خیلی خجالت میکشم. سفر دیگه شده ستاره سهیل. بله 172 روز به ترتیب عکسی که این پایین دارید نگاه میکنید از آخرین ویدیو یوتیوبی که بنده گذاشته بودم تو چنل خودم، یعنی چنل سپهر صباح، 6-7 ماه بیشتر 365 روز میشه 6 ماه، یعنی بیش از 6 ماهه که بنده هیچ فعالیتی نکردم. بنا به خیلی مشکلات زیاد و عدیده که پیش اومد دیگه، تو که میدونی دیگه، خدایی میدونه بچه، یه سری مشکلات خیلی 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 بدجور و نافرمی آره پیش در پیچ و سریالی برای من پیش اومد متاسفانه. اهم از مشکلات سلامتی، جسمی، جنسی، قانونی، مشکلات غیر قانونی، مشکلات آره هرچی هر بلایی که فکر کنی سره. البته خدا رو شکر کمش به خیر گذشت، اتفاقای بدتر میتونست بیفته که نیفتاد واقعا همین. و مهیار همیشه در صحنه همیشه باز هم بعد 172 روز بکوبید دست قشنگه رو به افتخار داشت مهیار که انقدر گفت بالاخره منو واقعا تونست دستش در نکنه. آره چیزم کرد که من بالا که برگشتم. نهایت 2 روزه. نهایت 2 روز. خلاصه که برای بچه خفن همکنون که من بازگشتم، اول از همه بازگشت همه مثل یوتیوب هستاره. همکنون که بازگشتم اولا خیلی دوستتون دارم، دوم اینه که بیشتر از همیشه به حمایتتون نیازم، چون این کلیپ تازه مشخص میکنه که چقدر چنل مرده. کشته شده. وای چنل کشته شد. آقا یه کسایی توی چند وقت اومدن از این سبقت گرفتن که من فقط گفتم وای بر من، وای بر من، وای بر من، وای بر تو، وای بر بچه‌ها، وای بر هممون، وای بر ما. سپهر یکم گشاده حقیقتا. تقصیر مریضی روحی جسمی هیچ مریضی در این سپهر برعکس جسمش که خیلی تنگه خیلی گشاده. کار میکنه زبر و زرنگ، ولی خب تو کار خودشه. آفرین. یه ذره شلم مغزی ایراد دارم. حالا از اینا که بگذریم میرسیم به این داستان که بچه‌ها نه جدا اتفاقاتی که افتاد یه ذره خیلی عجیب غریب بود. مثلا میتونم بهتون بگم من تولد امسالمو بدترین تولد بدترین تولد کل عمرم چه ربطی به این 6 ماه داره؟ تولد دیگه شب بوده 6 ماه فقط. مثالی از اتفاقاتی که افتاد که حالا اگه قسمت داشته عمری باشه شاید یه ویدیو یوتیوب گذاشتم بگم چرا شب تولد واسه بدترین شب تولد کل زندگی بود. آره حتما بذار. آره و اینکه مسئله کسی که الان برگشتم، الان بیشتر از همیشه به حمایت شما عزیزان ممکنه سرجم 100 نفرتون از اون نفراتی که بودید این ویدیو رو ببینید، نه بیشتر ببینید. حالا به هر حال ما میگیم شاید 100 نفر ببینن، ولی مسئله که هست اینه که از همین شما 100 نفر دوست عزیزی که هنوز موندید، انقدر شما با مرامید، انقدر با معرفتید، خواهش میکنم که بچه تا حدی که براتون امکان داره این کلیپ رو لایکش کنید، کامنت بذارید که حداقل چنل از اون حالت وای چنل کشته شد یه ذره بیاد حالت وای چنل زنده شد برگرده. بله به امید اینکه ما دوباره ببینیم. برنامه که همون کار سابقه یه سری چیزای جدید هم اضافه می‌کنیم، تنگشو دوباره برمیگردیم ان شاءالله به کانون گرم یوتیوب. آقا سپهر واقعا از امروز که جمعه باشه یه سری کارا قراره تو زندگیش انجام بده. یعنی اولیش غسل جمعه است. یعنی تا امشب قراره خیلی برنامه و خیلی کارا رو انجام بده و کلا یه تغییر تحولاتی ایجاد کنه. ان شاءالله که ببینیم چی میشه. کلی هم قراره با هم کارهای خفن بزنیم. کار خودم چه کار سپهر چه کار غزل همینجوری همه چی ما دیگه همینجوری ما دیگه بزنیم. ما فقط میخوایم بزنیم. ما که خیلی کار میزنیم خدایی.
بچه آره مهیار رو مثل غزل کار دمشون گرم، واقعا به اوج فعالیتشون برگشتن و اینستا رو که با کمک دایی سپر رندش زدن. من همه ویدیوهامو الان سپر میزنه، یعنی از دوربین و فلان شد سناریوشو من بگم با هم بالا پایین کنیم، لوکیشناشو سپر بگه با هم بگیم، همش با هم بالا پایین کنیم، ولی کل تصویر کل ایتش همه رو سپر زحمت میکشه. واقعا هم خفنه، یعنی فکر کنم تو اینستا الان جزء اولیاست که انقدر خفن داره کار میزنه و تونستیم با لطف هم 20 تا 10 تا ویدیو میلیونی پشت هم بذاریم. 17 تا ویدیو میلیونی زدیم پشت هم دیگه، خدا رو شکر. و در نهایت اینو بگم که بچه‌ها توی سن الان دیگه این تولد امسال شد تولد 28 سالگیم و تازه توی سن 28 سالگی فهمیدم که هنوز هیچی نمیفهمم. کلا ما هر سالی که میریم جلوی میفهمیم چی نمیفهمیم. منم اینجوریم. آره حقیقتش هر چقدر سنت میره بالاتر تازه بیشتر میفهمی که هیچی نمیفهمی و همین باعث شد که توی زندگیم یه سری تصمیمات جدید بگیرم، یه سری به قول معروف اتفاقای جدید رو رقم بزنیم و اینکه ایشالله که بتونیم حالا یه آینده برای خودمون گوشه کنار دست و پا کنیم. اما فعلا راجع به یوتیوب میخوایم صحبت کنیم. بچه‌ها من برگشتم، خیلی ممنون میشم اگر این ویدیو رو حمایتش کنید که ویدیوهای بعدی هم به سمع و نظرتون برسه. اون زنگوله بچه جدیه ما میگیم بزنید، به خاطر همین داستانی که ویدیوهای بعدی رو هم یوتیوب بهتون اعلام بکنه. آقا اگه سناریوی چیزی هم دارید، سوالی دارید، آره سبک پیشنهادی اصلا هر چی باشه من کامنت‌ها رو خودم میخونم و دیدید که همه کامنت‌هایی که این پایین بذاریدم جواب میدم بهتون. خلاصه که خیلی دوستتون داریم. دم داش مهیار گرم که واقعا توی تمام این 172 روزی که گذشته و تقریبا یوتیوب از من بیخبره، منم از یوتیوب بیخبرم، هر روزش و هر ساعتش رو کنارم بود. واقعا داشتن یه همچین رفیقی توی زندگی واقعا مثل یه گوهر نایابه که دمش گرم. همیشه بوده و همیشه هست، منم همیشه واسش هستم. نظر رو ماچ چقدر حساسه. الان یه مایتابه از اون طرف چند تا برق زدم تا کتک نخوردی بریم بچه‌ها. آقا خیلی دوستتون داریم، با ما همراه باشید، کلی کار خفن انشالله کلی اتفاقات خوبه. اگر خدا کمکمون کنه یه کار جدیدم با دستپر می‌خوایم بزنیم، چون این کار رو انداخته بودیم یه ذره مشکل خورد، یه کار خفن‌تر می‌خوایم راه بندازیم، منتظر باشید. I love you.